ضمن عرض ادب و احترام، بچه‌ها وقتی که میخوان مسیر حسابداری رو شروع بکنن همیشه یه سری سوال‌ها توی ذهنشون دارن. من میخوام که با این ویدیو همه چیز براتون آغاز بشه. اصلا تصمیم بگیرید که حسابداری بخونم، چطور حسابداری بخونم، چه مسیری رو باید طی بکنم تا به اون نتیجه دلخواهم برسم. اصلا اون نتیجه دلخواه من چی هست؟ توی این ویدیو به تک تک این سوالات میخوام پاسخ بدم. خب بچه‌ها ببینید، ما دهه 70ها، دهه 60ها و دهه‌های قبل‌تر اول یه کنکوری میدادیم، یه دانشگاهی میرفتیم، یه رشته‌ای میخوندیم، بعد میفهمیدیم حالا این رشته رو دوست داریم یا دوست نداریم و همینطور این مسیر ادامه پیدا میکرد تا بفهمیم شغل مورد علاقمون چیه، حالا یه کلاسی بریم و امثال اینها. دهه 80 به بعد نسل آلفا و بتا، نسل هوش مصنوعی، اینها میگن نه آقا ما اول یه کلاسی میریم، اگه از این کلاسه، از این درس خوشمون اومد میریم دانشگاه این درس رو میخونیم، حالا یا وارد بازار کارش میشیم. در هر دو قشر، در هر دو طرف مسیر یکسانه. بچه‌ها شما وقتی که میخواین آموزش ببینین اول به این فکر نکنید که این دوره تموم میشه، کاش زودتر این دوره تموم شه من برم سر کار، کاش زودتر دوره تموم شه بریم دانشگاه یا هر چی. بچه‌ها این واژه زودتر یعنی که من قانون تکامل رو نمیدونم، من نردبان حسابداری رو نمیشناسم و فقط تصمیم گرفتم زود 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 بدون اینکه از مسیر لذت ببرم، مسیر رو بشناسم و ازش نتیجه بگیرم، فقط میخوام تون 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 یه سلسله مراتب رو طی بکنم و قطعاً پشت این تون 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 تونه هیچ نتیجه خوبی هم نخواهد بود. بیس اول توی مسیر حسابداری اینه که شما باید زبان حسابداری رو بدونید. باید بدونید چطور با این سیستم ارتباط برقرار کنید. زبان حسابداری چیه؟ یه سری واژه هاست، یه سری تحلیل هاست که بین تو و سیستمه. تو باید به سیستم بگی اینطوری بزن، اینطوری بشه، این اتفاق بیفته. درست شد؟ پس ما گام اول باید تئوری حسابداری رو یاد بگیریم. تئوری حسابداری یعنی چی؟ یعنی درس اصول حسابداری یک که بچه‌ها توی دانشگاه میخونن، یا درس کمک حسابدار که بچه‌ها توی فنی حرفه‌ای میخونن، یا حسابداری مقدماتی که به صورت آکادمیک وجود داره این درس و بچه‌ها مطالعهش میکنن. خب اصول یک رو خوندم کافیه؟ نه. یه بخشی داریم از اصول حسابداری 2، بخش حقوق دستمزد، بخش حقوق صاحبان سهام. این بخش رو هم باید خیلی دقیق و قشنگ مطالعه بکنید. چرا؟ چون فقط شما خرید و فروش نداری، فقط درآمد و هزینه نداری، فقط بدهکار و بستانکار نداری، فقط کسی که حساب دریافتنی، حساب پرداختنی، پول بیاره پول ببره نداری. شما با یه سری کارگر طرفی باید حقوقشون رو بدی. یه سری کارفرما بالا سرت هست، یه سری سهامدار هست، باید بدونی با اینا چطور برخورد کنی. پس اصول حسابداری 1 و اصول حسابداری 2 تا درسی هستن که تئوری حسابداری رو به معنای واقعی به طور کامل به شما آموزش میدن. تازه اینجاست که شما یاد میگیری من زبان سیستم رو فهمیدم. آیا یه نفر انگلیسی بلد باشه، یه نفر ترک زبان باشه، میتونن با هم ارتباط بگیرن؟ یکم آره، یکم با ایما اشاره صحبت میکنن، ولی از بقیه‌اش چی؟ درست شد؟ پس گام اول باید زبان سیستم رو یاد بگیریم. با چی؟ با تئوری حسابداری. حالا تئوری رو یاد گرفتم، حالا زبان سیستم رو یاد گرفتم، باید برم پله بعدی. پله بعدی یادگیری یک نرم افزاره. چطور باید یک نرم افزار رو یاد بگیریم؟ آیا نرم افزار خاصیه؟ توی هر شهری بچه‌ها یه نرم افزاری بولده. مثلا توی اصفهان نرم افزار پارسیان بولده. چرا بولده؟ چون که اصلا حالا شرکتش داخل خود اصفهانه. این نرم افزار خیلی نرم افزار ساده‌ای هست و خیلی کاربریش آسونه، ماژولاش خیلی ساده تعریف شده و برای کسی که مبتدیه خیلی راحت میتونه ازش استفاده بکنه. همیشه این مثال رو میزنم، شما وقتی میری رانندگی یاد بگیری میگن با پراید رانندگی کن.
درسته؟ ولی بعد از اینکه گواهی نامت رو گرفتی دیگه معلوم نیست که کجا پشت چه ماشینی میشینی. این هم همینطوره، شما یه نرم افزار بیسیک رو یاد میگیری 0 تا 100 عمیق و بعد با هر نرم افزار دیگه‌ای به راحتی میتونی کار بکنی. این از این. خب حالا نرم افزار یاد گرفتم کافیه؟ یه نرم افزار مالی یاد بگیرم بسه دیگه تموم شد و حسابدار شدم؟ نه خیر. شما باید اکسل بلد باشی. کار با اکسل برای بخش حقوق دستمزد خیلی مهمه. حالا جاهای دیگه فاکتورا، پیش فاکتورا اینها هم مهمه، ولی بخش حقوق دستمزد واقعا اهمیت زیادی داره. اکسل یاد گرفتم کافیه؟ نه، باید با وردم کار بکنی. نامه اداری باید بلد باشی بزنی. باید بتونی 4 تا جدول طراحی کنی. بچه‌ها ما با هم رو درواسی نداریم که. توی محیط کار درسته که با نرم افزار مالیتون پیش فاکتور میزنید، ولی واقعاً ما توی محیط کار سندسازی نمی‌کنیم. چرا؟ همه محیط‌های کاری سندسازی رو دارن. خب تو باید ورد و اکسل بلد باشی که بتونی براشون سندسازی کنی، نامه اداری بزنی. یه بخشی بدونی با هوش مصنوعی چطور باید کار کنی، چطور یه عکس ازش بگیری، چطور یه نامه اداری بهش بدی تدوین کنه. پس همه ماه عسل اینها میشه چی؟ میشه یک کمک حسابدار. حالا این کمک حسابداره باید بانک رفتن بلد باشه، حواله بانکی باید بلد باشه بزنه، بایگانی کردن باید بلد باشه، سندا رو چطور دسته‌بندی کنه، با چک‌های صیادی چطور کار کنه، چک‌ها رو چطور ثبت و پرداخت کنه و همه اینها در کنار هم میشه بیس حسابداری شما. حالا همه این پله‌ها رو یاد گرفتی، برو مالیاتی یاد بگیر، برو حقوق دستمزد پیشرفته یاد بگیر، برو بهای تمام شده حسابداری صنعتی یاد بگیر. ولی از حرفای من بشین تمام این پله‌ها رو بنویس. ببین این نردبون حسابداری تو کدوم یکی از این پله‌ها رو خلأ داره، کدوم یکی از این پله‌ها جاش خالیه، اون پله رو پر کن. پی ساختمانت رو قشنگ بساز. وقتی پی ساختمانت کامل ساخته شد، حالا بیا روی این ساختمان حسابداری پیشرفتت رو سوار بکن. اگر این پی ساختمانت کامل نیست، گام اول وظیفه شما برای پیشرفت مالیتون، برای پیشرفت شخصیتیتون اینه که این پی رو قشنگ بسازید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، راهتون رو پیدا بکنید. برای تک تک این پله هایی که راجبش صحبت کردم، چه تو سایتمون، چه توی آپارات، چه جاهای مختلف، یوتیوبمون، پلتفرم های مختلف ویدیوی رایگان هست بچه‌ها. برید ببینید، اول یکم با خودتون حلاجی کنید، ببینید آیا این مفاهیم رو کامل بلدید، آیا بلد نیستید. بعد حالا دوره های پیشرفته‌شون باز هست که میتونید اونها رو خریداری بکنید، ولی اول با خودتون صادق باشید، ببینید که تک تک این آیتم ها رو در کنار هم مسلط هستید یا خیر. به امید موفقیت های روزافزون تو دوره های خیلی قشنگ و پیشرفته میبینمتون.